سلام، چطورین؟ امیدوارم که خوب باشین. منو اگه اینطوری میبینید دلیلش این نیستش که هوا خیلی سرد باشه. راستش هوا خیلی هم سرد نیست، ولی من تازه دوش گرفته بودم، گفتم که لباس خوب بپوشم که سرما نخورم. این کلاه هم یه داستانی داره و حالا بهتون تعریف میکنم و بی ارتباط با موضوع این ویدیو هم نیستش و گفتم تا میشه از این فضای قشنگ پاییزی استفاده کرد و لذت برد. من چایمم ریختم، گذاشتم اونجا یکم خنک بشه و امروز درباره رشته‌های مالی خصوصا CPA و سوالایی که شما ازم پرسیدید میخوام صحبت بکنم و اونها رو جواب بدم. اگر که هنوز سابسکرایب نکردید به کانال من، ممنون میشم که این کار رو بکنید و بدون معطلی بریم وارد موضوع اصلی این ویدیو بشیم. قبل از اینکه من شروع بکنم سوالاتون رو جواب بدم، یه چیز کلی بگم درباره CPA. اصلا CPA چی هستش؟ چون بعضیاتون از من پرسیده بودید که اصلا ما نمیدونیم CPA چی هستش. CPA مخفف Chartered Professional Accountant هستش که مربوط به حسابداری و حسابرسی میشه. یعنی اگر علاقه شما تو حسابداری و حسابرسی هستش و نه رشته های فایننس، این میتونه خیلی به شما کمک بکنه و نقطه خوب و مثبتی باشه. الان یادم افتاد که این کلاه رو بهتون نگفتم. این کلاه خیلی برای من کلاه خاطر انگیزیه و وقتی من امتحان CPA رو قبول شدم، CPA استان کبک این رو به عنوان یادگاری برای من فرستاد و این بالا هم نوشته که CFE، البته به فرانسه نوشته، ترتیب حروفش فرق میکنه چون تو زبان فرانسه متفاوت هستش. 2022 چون من امتحان CPA رو که بهش میگیم CFE رو تو سال سپتامبر 2022 نوشتم. حدود 3 ماه بعدم جواب اومد و قبول شدم. هنوز که هنوزه خیلی ذوق میکنم و خوشحال هستم، من که 1 سال نشده از اینکه جواب امتحان رو گرفتم. ولی CPA کلا این هستش که الان بهتون توضیح دادم و اینکه شما به چه روش‌هایی اصلا میتونید وارد CPA اسکول بشید. الان یکم آفتاب قشنگی شد، خلاصه که جاتون خالی. البته میدونم اونایی که از ایران تماشا میکنن همچین فضایی رو تو شمال ایران داریم. من برم چای من بیارم. اگه شما هم چای یا قهوه ندارید، من پیشنهاد میکنم که بیارید و اگه میتونید تو فضای اینجوری با این حس و حال بشید که یکمی همفازم بشید با بک‌گراند من. خب داشتم میگفتم که CPA مربوط به رشته حسابداری و حسابرسی میشه و بسیار بسیار سرتیفیکت یا مدرک معتبری هستش. یا به عبارتی اصلا میتونم بگم که معتبرترین مدرک حسابداری حسابرسی دنیا همین CPA هستش. ولی درباره رشته‌های فایننس این موضوع متفاوت هستش. کسی که CPA میخونه میتونه تو فیلد فایننس هم کار بکنه، این اصلا مشکلی نیستش، به خاطر اینکه یه سری درسای فایننسی هم پاس میکنن. ولی اگه به صورت خاص فقط میخواید توی بورس کار بکنید، توی رشته‌های فایننس کار بکنید، شاید بهتر باشه که CFA بخونید که اون رشته‌های در واقع کاتگوری حسابداری و حسابرسی رو توش نداره، بیشتر فایننس هستش که بهتون کمک میکنم. حالا به صورت خاص اگه من بخوام این دوتا رو با هم دیگه مقایسه بکنم، هر دوی اینها معتبر هستن، هر دوشون عالی هستن، با هر دوشون شما میتونید پوزیشن های خیلی خوب داشته باشید، با هر دوشون شما میتونید حقوقای خیلی خوبی رو کسب بکنید و فقط موضوع این میمونه که علاقتون واقعا چی هستش و بک‌گراندتون چی هستش. شاید کسی که توی بورس کار کرده و به رشته‌های حالا کارهای فایننسی بیشتر علاقه داره تا کارهای حسابداری و حسابرسی، شاید CFA براش بهتر باشه. ولی اینکه کدومش راحت تره یا اینکه کدومش زودتر به نتیجه میرسه، من میتونم بگم CPA طولانی تره نسبت به CFA.
نسبت به حالا همکارایی که من دارم که اونا CFA هستن. این وسط یه مشکل تکنیکال هم پیش اومدش که فعلا رفع شد. ولی داشتم بهتون میگفتم که CFA به نظر کوتاه‌تر میادش و نسبت به CPA طولانی‌تر هستش. یه فرق دیگه هم که این دوتا با هم دیگه دارن این هستش که تا جایی که من میدونم، من راجع به CPA کاملا مطمئن هستم که مدل درساش چی هستش، ولی CPA از روزی که شما وارد CPA اسکول میشید تمام درس ها کیس آنالیزه. یعنی شما کلکولیشن هم دارید ولی اونقدر واقعا کلکولیشن ندارید که به نظرم توی فایننس و توی CFA دارید. همش کیس آنالیز هستش. زبان خوبی باید داشته باشید، understanding خوبی باید داشته باشید، یعنی خوب باید درک مطلب داشته باشید که به مشکل بر نخورید. اینا میخواستم بگم و حالا تجربه شخصی خودم رو هم میگم و سوالای شما رو هم جواب میدم. ولی اینکه ما چجوری وارد CPA اسکول میشیم، موضوع اول این هست که شما باید وارد کانادا شده باشید. شما باید توی کانادا باشید و بعد براش اپلای بکنید. اون دوره که من اپلای کردم به این صورت بود که شما باید PR می بودید، پرمننت رزیدنت می بودید، ولی الان مثلا که یک کمی قوانین تغییر کرده و شما اگر که ویزای دانشجویی هم داشته باشید میتونید CPA بخونید. حالا چجوری وارد CPA میشید؟ شما با هر مدرک لیسانسی میتونید وارد این CPA بشید، وارد پروگرامش بشید که پروگرامش هم 2 تا بخش داره. یکیش پرپ هستش که یه سری پیش نیازا رو شما باید پاس بکنید که به صورت میانگین این پیش نیازا بین 12 تا 14 تا درس هستن. ممکنه که بعضیاشو بیشتر براتون معاف بکنن یا کمتر. ممکنه حتی پیش نیاز زبان هم بهتون بدن و بعد از اینکه این پیش نیازها رو طبق حالا اون چیزی که ازتون میخوان پاس بکنید میتونید وارد CPA اسکول بشید تازه توی اون قسمت. حالا اینکه این قسمت پرپ رو یعنی قسمت اولیه رو بخواید واردش بشید، کورس ها و درس ها رو پاس بکنید، از 2 طریق میتونید این کار رو انجام بدید. یکیش از طریق دانشگاه هستش، یکیش هم از طریق خود نشنال پروگرام CPA اوردر کانادا هستش که میتونید وارد این پروگرام بشید و شروع کنید به درس خوندن. این دیگه انتخاب خودتون هستش که میخواید از طریق دانشگاه شروع بکنید یا از طریق نشنال پروگرام یعنی همون CPA اوردر. حالا هر وقت من گفتم نشنال پروگرام منظورم همون CPA اوردر کانادا هستش. فرق اصلی این دوتا هم این هستش که توی دانشگاه شما استاد دارید، یعنی میرید سر کلاس حضوری که الان دیگه حضوری شد، تو کووید آنلاین بود ولی خب حضوری هستش کلاس ها. میشین سر کلاس، کویز هستش، امتحان هستش، میان ترم فاینال و شهریه کمتری هم نسبت به دانشگاه و نسبت به نشنال پروگرام پرداخت میکنید. البته اینم بگم تو پرانتز که به اینکه چه نوع اقامتی دارید یا چه نوع ویزایی دارید هم بستگی داره. مثلا اگر که شما PR باشید شهریتون کمتر هستش نسبت به یکی که با ویزای دانشجویی اینجا هستش. فکر میکنم اینا رو دیگه میدونید کلا. ولی در شرایط یکسان به این صورت هستش که کسی که توی نشنال پروگرام درس میخونه، میگم باز نشنال پروگرام همون CPA اوردر کانادا هستش، شهریه‌اش یکم بیشتر هستش. یه فرق دیگه هم که داره این هستش که شما توی نشنال پروگرام استاد ندارید، سر کلاس نمیشینید، وقتتون صرف مثلا ترافیک نمیشه، توی ترافیک سر کلاس نشستن هدر نمیره به عبارتی. ولی خب بعضی هم دوست دارن که استاد داشته باشن، سر کلاس بشن. به جا شما توی خیلی قشنگه به جا شما فسیلیتیتور دارید، یه نفری هستش به جای استاد فسیلیتیتور دارید که اون اگه سوال داشته باشید، ایرادی داشته باشید، کمکی بخواید، راهنمایی و مشورتی بخواید، اون میتونه به شما کمک بکنه. حالا با ایمیل، قاعدتا باید با ایمیل باشه دیگه. فکر میکنم چند تا جلسه آنلاین هم میذارن براتون، ولی این فرقاش هستش. من با دانشگاه شروع کردم و به خاطر اینکه آیلتس داشتم. یه فرق دیگه هم این هستش که دانشگاه از شما آیلتس میخواد.
توی ریکوایرمنتاش آیلتس میخواد، ولی نشنال پروگرام از شما آیلتس نمیخواد. اینم بگم که اگه آیلتس نداشته باشید و زبانتون تو سطح قابل قبول نباشه، احتمال اینکه خیلی 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 اذیت بشید هستش، چون من دیدم کسایی رو که زبان معمولی یا متوسطی داشتم و خیلی اذیت شدن. تقریبا میتونم بگم و حتی بعضیشون گیواب کردن، یعنی ول کردن دوره رو و همینجور هم که هی میره جلوتر هی سخت‌تر و سخت‌تر و سخت‌تر میشه. من یادم یه بار رئیسم برگشت به من گفتش که من توی دوره بودم که میترسیدم و اینا، که به من گفتش که اوکی الان میترسی ولی بدون و آگاه باش که ترسناکتر خواهد شد. یعنی گفتش که واقع بین باش و بدون که ترسناکتر میشه و این اتفاق هم افتاد و کاملا طبیعی بودش. منم نمیخوام شما رو ناامید کنم یا خیلی راغبتون کنم به این که دو تا حالا درس ها یعنی CPA و CFA، میخوام بهتون آگاهی بدم که بدونید که چقدر سخته، چقدر دشوار هستش، هزینه‌اش چقدره و چقدر طول میکشه اصلا این دوره ها. حالا وقتی که شما میخواید از طریق نشنال پروگرام این کار رو انجام بدید، باید مدرک شما و ریزه نمره شما، حالا لیسانستون که لیسانس شما از هر رشته‌ای میتونه باشه. من دوستایی داشتم که لیسانس کامپیوتر داشتن، لیسانس آمار، ریاضی، مدیریت، لازم نیست حتما حسابداری باشید، داشتن و اومدن اینجا و در واقع اپلای کردن برای CPA پروگرام. شما اون مدرک اصلیتون، مدرک دانشگاهیتون و ریزنمره هاتون که ترجمه شده باشه به تایید حالا جای معتبری رسیده باشه، مهر و موم شده، باید از طریق دانشگاهتون برسه به کانادا. که این یکم پرسش عجیب و غریب هستش ولی نشدنی نیستش. تقریبا میتونم بگم که همه کسایی که خواستن این اتفاق بیفته بدون مشکل به اون مرحله رسوندن این کار رو. و شنیدم که اخیراً ایران این کار آنلاین انجام میده، یعنی آنلاین اون چیزایی که شما لازم دارید رو میفرسته اینجا، که خب چه بهتر، خیلی هم راحت‌تر و احتمالاً خب سریع‌تر هم این اتفاق میفته. من هم با اینکه از طریق دانشگاه اپلای کردم، یعنی اون قسمت پپ رو تو دانشگاه خوندم، ببخشید قسمت پرپ اولیشو، یعنی اون پیش نیازهای CPA اسکول رو شروع کردم پاس کردم، دانشگاه از من همچین چیزی نخواست. ولی اون موقعی که خواستم وارد CPA اسکول بشم، باز هم از طریق دانشگاه من اون قسمت رو وارد شدم، نرفتم سراغ نشنال پروگرام، به خاطر اینکه من اونجایی که درس خونده بودم، درسای پیش نیاز رو پاس کرده بودم، مثل خونه من شده بودش. استادا رو میشناختم، محیط اونجا رو میشناختم، خیلی تایم زیادی و من اونجا داشتم میگذروندم در طول روز یا عصرا که کلاس داشتم. خیلی احساس اینو داشتم که الان من دیگه تو خونه ام، نمیخوام جای دیگه ای برم. به خاطر همین ترجیح دادم که اوکی قسمت دوم رو هم با همون دانشگاه من ادامه بدم. توی پرانتز این رو هم بگم، اگه شما با دانشگاه این مسیر رو برید، بعد از اینکه پیش نیازهای CPA رو پاس میکنید بهتون یه دونه سرتیفیکیت میدن که اوکی شما این مقطع رو تموم کردید و اینم مدرکتون، که منم گرفتمش ولی راستش خیلی خوشحال نشدم براش، به خاطر اینکه هدف من اون نبودش. ولی کسایی که با نشنال پروگرام دارن درس میخونن باید کل مسیر رو طی کنن، تا آخرین قولش رو برن طی بکنن، بعدن تازه بیان این مدرک رو در واقع دریافت بکنن، که همون مدرک سرتیفیکیت CPA هستش که آفیشیالی به صورت رسمی اعلام میکنه که شما CPA هستید. ولی دانشگاه میشکوندش، یه مدرکی بهتون میده و شما ادامه راه رو میرید. که اون وقتی که من خواستم وارد CPA اسکول بشم، به من گفته بودن که من باید مدرک ایرانم، یعنی لیسانسم، به اضافه درسایی که پیش نیاز پاس کرده بودم رو اولویت بکنن، یعنی دوباره بیان بررسی بکنن و ببینن که اصلا من واجد شرایط هستم، انقدری من درس پاس کردم که وارد CPA اسکول بشم یا نه. و اینکه
دانشگاه با دانشگاه فرق میکنه. مثلا من یادمه که نمره های دروس پیش نیاز اصلی ما نباید از B+ کمتر می بود. اگه کمتر بود شما باید درس رو دوباره پاس میکردیم و اوریج این درس ها معدلش هم به یه عدد خاصی باید میرسید. یعنی اینجوری هم نبود که شما فقط باید پاس بکنید و برسید به اون مرحله. الان آقای هلیکوپتر داره رد میشه از بالا سرمون. اگه تشریفشون رو ببرن. آره، بعد شما وارد CPA اسکول میشید اینطوری و توی اون مقطع از من خواستن که من مدارکم بررسی بشه که از دو طریق شما میتونید این کار انجام بدید. 2 تا سازمان هستش، من توی دیسکریپشن همین ویدیو براتون مینویسم که چیا هستش. یکیش مربوط به اداره مهاجرت، یکیش هم WES هستش که من یادم از طریق WES خیلی راحت آنلاین، یادم نیست $200 $300 پرداخت کردم. بودن 1 ماه بعدم نتیجهش اومدش که اعلام کردن که بله شما واجد شرایط هستید و خوش آمدگویی گفتم. با اینکه من قسمت دوم رو هم از طریق دانشگاه رفتم جلو، با این حال باز هم بایستی این اوالیویشن انجام میشد، به خاطر اینکه شما رسما وارد CPA پروگرام اصلی میشید. اگه یک کسی داره هنوز درسای پیش نیاز رو پاس میکنه نمیتونه ادعا بکنه که من دارم CPA میخونم. تو اون مرحله هنوز اتفاق خاصی نیفتاده تا شما برسید به اون درسای اصلی که کور 1 کور 2 هستش. تو نشنال پروگرام اینطوری صداش میکنن، ولی توی دانشگاه فاینانشال ریپورتینگ مثلا 1 2 فایننس، منیجریال اکاونتینگ و درسای این شکلی هستش. اسمش اشورنس یا همون آدیت که حسابرسی هستش و تکس و اینا. یه چیز دیگه هم که خواستم بگم، درصد قبولی آدمایی که این 3 روز رو قبول میشن حدود 70% هست. 70% کسایی که امتحان قبول میشن و شما باید روز 1 رو جداگونه قبول شید، روز 2 و 3 رو هم جداگونه قبول شید. یعنی اگه شما دفعه اول روز 1 رو فیل بشید ولی 2 و 3 رو قبول شید، 2 و 3 با هم دیگه نمره داده میشه و اصلا خیلی بده. ولی اگه 1 رو بیافتید 2 و 3 رو قبول شید، دفعه بعد 1 رو باید امتحان بدید. اگه دفعه دوم 1 رو قبول نشید، دفعه سوم هم قبول نشید، اصلا سوخته، همون 2 و 3 تون هم سوخته، تموم شده. که خدا رو شکر من هنوزم که هنوزه میگم خدا رو شکر که من بار اول هر 3 روز و 1 ضرب قبول شدم و دیگه این تمام خستگیه تبدیل به یه شیرینی بزرگ و اصلا غیر قابل توصیف شدش واسه خود من شخصا. دیگه بیشتر معطل نکنم، برم سراغ سوالای شما که به اونا جواب بدم که ببینم که چه سوالای شما پرسیده. یکیتون پرسیده که من ارشد مدیریت دارم توی ایران، 15 سال سابقه مدیریت، اقدام کردم ونکوور، علاقه به بورس دارم. من فکر میکنم واسه شما CFA مناسب تر باشه، به خاطر اینکه توی CPA بیشتر شما کارهای حسابداری و حسابرسی میکنید با استانداردهای جهانی حسابداری و کاناداییش. 2 تا استاندارد شما یاد میگیرید، استاندارد جهانی IFRS و ASPE که استانداردهای کانادایی هستن آشنا میشید. که تقریبا میتونم بگم که شما با CPA کانادایی تو خیلی از کشورها میتونید کار بکنید. حتی تو آمریکا، با اینکه آمریکا IFRS رو فالو نمیکنه، یعنی استانداردهای جهانی رو فالو نمیکنه، US GAAP رو فالو میکنه، ولی خیلی زیاد تفاوتی ندارن. یه نفر دیگه‌تون سوال کرده که من فکر کنم که CPA یا CFA بیشتر تحلیلی هستش یا دروس محاسباتی بیشتر رو، که اینم توضیح دادم. CPA وارد CPA اسکول که میشید تمام چیزایی که باید حل بکنید، جواب بدید، همه امتحاناتون امتحانات آنالیز هست. یعنی یه کیس مثلا بهتون 10 صفحه‌ای میدن، شما باید اینو آنالیز بکنید و به سوالایی که حالا توی دل این کیس هستش جواب بدید. این دیگه الان هلیکوپتر نیست، الان یه هواپیمای از این ملخی هست که
من نمیدونم چیکار داره میکنه، با هماهنگی خلاصه نیومده بودش این بر. یه نفر دیگه‌تون گفته که سلام، ما با پیار میایم سال بعد، خیلی پیشا پیش خوش آمد میگم بهتون. خانمم 23 سالشه، لیسانس حقوق داره ایران. من میگم اونجا مدرک CSC بگیره، تو بانک استخدام بشه و ادامه بده، ادوایزر سمت‌های بالاتر هم برسه کم کم. نظر شما چیه؟ توی بانک هم شما میتونید پیشرفت بکنید، ولی به نظرم پیشرفتتون یه کمی کنتر هستش. و اینکه واقعا کسی که حقوق خونده آیا علاقه داره به اینکه بخواد ادوایزر بشه توی بانک؟ کسایی هم که توی بانک ادوایزر هستن واقعا حقوقای زیادی نمیگیرن و بانک‌های اینجا با بانک‌های ایران خیلی متفاوته. تقریبا کارمندای بانک توی اینجا میتونم بگم هیچ مزایایی ندارن مثل ایران، که حالا مثلا کسایی که تو بانک‌های دولتی کار میکردن بتونن توی فلان شهر مثلا هتلی رو بتونن بگیرن، بودجه مسافرتی بهشون بدن، وام بگیرن، همچین چیزی توی اینجا نیستش. یکی به نظرم علاقه شون رو ببینن، یکی هم این که من شخصا CPA رو و البته CFA رو معتبرتر میدونم و آینده دارتر، به خاطر اینکه شما شغلتون رو سکیور میکنید. اگر از این شغل در بیاید بخواید دنباله شغل دیگه بگردید تو قسمت مالی، خیلی سریعتر و با پوزیشن ها و حقوقای بهتری میتونید شغل بهتری رو در واقع بگیرید. این نظر من هستش. داشتن لیسانس و فوق لیسانس کمکی میکنه برای زودتر گذراندن این دوره؟ نه راستش. شما یه سری اگزمشن میگیرید، یعنی یه سری درس‌ها رو براتون معاف میکنن، ولی کسی که فوق لیسانس داره من ندیدم اونقدی مثلا این تأثیری داشته باشه توی اگزمشناش یا اینکه بخواد سریعتر این دوره رو تموم بکنه. من اصلا نمیدونم چه رشته‌ای هستش. یه نفر دیگه پرسن، امیدوارم با این توضیحات کامل شده باشه، یکم شفاف شده باشه ذهنیتتون. کسی که 6 سال حسابدار بوده تازه اومده ونکوور، چه دوره‌ای رو اول بگذرونه که بتونه کار کنه؟ من میگم که کاری که من کردم این بود. من وارد دانشگاه شدم و همزمان بعضی وقتا باش پارت تایم کار کردم، بعضی وقتا اصلا کار نکردم، فول تایم فقط درس خوندم، به خاطر اینکه من نسبتا این دوره رو سریع گذروندم، چون نه درسی افتادم و نه وقفه‌ای توش انداختم و حتی یه سال فول تایم من فقط درس خوندم، هیچ کاری نکردم، فقط درس خوندم. این نظر من هستش. ولی اگر که فکر میکنید واسهتون سنگین هستش، میتونید از کالج شروع بکنید، از دوره های پیرول شروع بکنید یا دوره های خود سرتیفیکیت های خیلی ساده ای که توی کالج ها ارائه میشن برای اکاونتینگ، برای فایننس، میتونید از اونا شروع بکنید. ولی نترسید، اگر که سخت کوش باشید واقعا نتیجه میگیرید و میرید جلو. پیش‌زمینه مالی و حسابداری باید داشته باشید؟ نه لزوما نه، که گفتم من دوستان بعضیشون اصلا رشته‌های دیگه‌ای رو خوندن. چه مهارت‌ها و نرم افزارهایی رو پیشنهاد میدین که از اینجا شروع بکنیم تا بهمن که میام آمادگی داشته باشم؟ خیلی خوش آمد میگم بهتون که فکر می‌کنم ماه فوریه میشه، به بچه ماهی هم تشریف بیارید. ولی نترسید It's okay. مهارت و نرم افزار، راستش زبان این چیزیه که من میتونم بهتون بگم و حتی با اینکه من تو ایران حسابداری خونده بودم، دانش حسابداری من توی ایران اونقدر بهم تو اینجا کمک نکردش. زبان، پشتکار، سخت کوشی و هوش زیادی لزوما شما نباید داشته باشید. شما یه آدم معمولی ولی سخت کوشی با پشتکار داشته باشید و استمرار توی کارتون داشته باشید، نتیجه میگیرید. درست است که میگن حتما باید در یک شغل سرپرستی مالی در کانادا باشی تا بتونی شروع به خوندن CPA کنی؟ نه، شما حتی میتونید یک کمک حسابدار باشید و شروع کنید، حتی میتونید توی پوزیشن بوک کیپینگ باشید و شروع بکنید. من شما رو از طریق واتساپ CPA فالو دارم، واقعا از CPA دلم خونه، من کاملا میفهممتون. اگر که من میتونم کمکی بکنم بگم بگید. من میخوام تو کانادا حتما وارد شغل حسابداری شم، یه مدرک فوق دیپلم حسابداری دارم اما تجربه کار حسابداری ندارم. مشکلی نداره، شما میتونید توی اینجا بیاید یه مدرک ساده حسابداری بگیرید و از کارهای ساده بوک کیپینگ شروع بکنید و
تو ویدیوهای کار پیدا کردن بهتون توضیح دادم نقش آژانس‌های کاریابی رو اصلاً نادیده نگیرید. Please explain the whole process in bullet format. Great page by the way. مرسی که تعریف کردید. و تو بولت فرمت من نمیتونم اینو توصیف بکنم که پروسه چی هستش، به خاطر اینکه گفتن که please explain the whole process، همه پروسه رو توضیح بده. این بولت فرمت نه، همچین چیز نمیشه چون دیتیل زیاد داره، خیلی چیزا رو الان من نتونستم بگم بهتون. لطفاً مراحل گرفتن CPA همراه مدت زمان، هزینه‌های هر مرحله رو بفرمایید. اگه بخوام هزینه هر کورس رو به صورت تو نشنال پروگرام بگم واسه کسی که PR بوده، بین میتونم بگم 700 800 تا 1500 هر کورس هستش. و اگر که توی فرم کار بکنید، بعضی فرم‌ها هستن که هزینه‌شو براتون پرداخت میکنن، ولی به شرط این هستش که شما واقعا پاس بشید درس رو. بدون پیش زمینه علوم انسانی یا حسابداری بله میشه. مرحله به مرحله توضیح بدید. لیسانس حسابداری بله توضیح دادیم. آیا محدودیت زمانی داره برای پاس کردن کورس ها؟ یه دوره بزرگی رو که شما دارید برای اینکه کل پروگرام رو تموم بکنید 10 ساله هستش. 10 سال شما زمان دارید که کل پروسه رو تموم بکنید. پیش نیاز برای زبان، اگر طریق دانشگاه شروع بکنید بله شما آیلتس لازم دارید. درآمد سالانه، اگه تازه CPA باشید یا اصلا امتحان رو پاس کرده باشید، میتونم بگم حقوق شما از سالی 75-80 شروع میشه و شما اگر که توی شرکت هایی که اوضاع مالی خوبی دارن برسید به درجه مدیر مالی، تا $250,000 در سال هم پیش میره که خب درآمد خیلی زیادی هستش و از طرفی هم مالیات زیادی هم ازتون کم میشه. یه چیز دیگه هم من بگم، اونم این هستش که CPA شدن فقط پاس کردن امتحان CPA نیست، اون امتحان جامع نیست. شما هر درسی که پاس میکنید یه میان ترم داره، یه فاینال داره، کلی کویز و هومورک و اسایمنت و کار گروهی داره. اونا رو که پاس میکنید که هیچ، یه نمره خاصی هم از یه جایی به بالا باید نمره رو بیارید. این امتحانا رو که میدید، یه امتحان جامع هم که اون آخر میدید که همون سیفی هست که این کلاه منه، و بعد تازه مثلا 3 ماه بعدش نتیجه امتحان میاد که شما قبول شدید یا مثلا قبول نشدید و چیزای این شکلی. در کنارش یه سری کارهای دیگه هم باید بکنید که شما CPA بشید. یکی از کارهایی که باید بکنید ارائه ریپورت کاریتون هستش که هر استان هم با استان دیگه متفاوته. استان اونتاریو 30 ماه هستش، یعنی 2.5 سال هستش. حین اینکه شما دارید درس میخونید احتمال خیلی زیاد دارید کار هم میکنید و وقتی که کار میکنید باید پرکتیکال اکسپریانستون رو، یعنی اون سابقه کاریتون رو از طریق کسی که مثلا رئیس شما هستش، منتور شما هستش، که خود اون آدم هم حالا ممکنه CPA باشه ممکنه هم نباشه، این گزارش پیشرفت کاری شما رو تایید میکنه و شما باید اون رو به یه حدی برسونید که خود CPA اوردر کانادا این رو اپروو بکنه و بعد از اینکه اون 30 ماهتون رو پر کردید و نتیجه امتحانتون هم مثبت بود، به شما اعلام میکنن که شما آفیشیالی CPA شدید. تا قبل از اینکه شما CPA بشید حق ندارید که توی لینکدینتون، رزومتون و جاهای دیگه خودتون رو به عنوان CPA معرفی بکنید. این پیگرد قانونی داره و اصلا کار اخلاقی نیستش، اتیکال اصلا نیستش این کار. میتونید خودتون رو به عنوان CPA کاندیدیت، یعنی کاندیدای CPA معرفی بکنید، ولی نمیتونید بگید که من CPA هستم تا اینکه خود CPA اوردر کانادا آفیشیالی اینو اعلام بکنه که از امروز شما CPA هستید و مثلا یه ماه بعد مدرک پست میشه در خونتون. یه دونه این بود که میخواستم بگم. یه موضوع دیگه، بعضی استانا یک سری مایلستون دیگه هم دارن، مثلا این دوره کاری که شما باید پر بکنید توی استان کبک 2 سال هستش، 24 ماه هستش. ولی اینم بگم بهتون که اگر که توی
دوره دبیرستانتون یا دانشگاهتون به زبان فرانسه درس نخوندید، اونقدری که کبک از شما میخواد، شما باید یه امتحان زبان فرانسه هم که اونا تعیین میکنن رو هم بدید. یعنی 3 تا مایلستون هست، یه دونه خود امتحان CPA که قول خیلی بزرگ و ترسناکشه، یکی هم پرکتیکال اکسپریانسه که به نظرم ساده ترین قسمتش بود، حداقل برای من اینطوری بود. یه قسمتش هم مربوط به در واقع اون قسمتی هستش که شما امتحان فرانسه رو باید پاس بکنید، چون احتمال اینکه کلاینت فرانسوی زبان و کبکی داشته باشید خیلی بیشتر هست. این بود چیزایی که من امروز آماده کرده بودم بهتون توضیح بدم. امیدوارم که به دردتون خورده باشه و این ویدیو براتون مفید باشه. میدونم ویدیو طولانی شد، ولی راستش سعی کردم که تا جایی که میشه جزئیات رو بهتون بگم و جزئیات بیشتری هم وجود داره. اگه سوالی دارید تو کامنت ها حتما ازم بپرسید. ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید به کانال من اگر که هنوز این کار نکردید و منو به دوستاتون معرفی کنید. به همین اسم خودم توی اینستاگرام هم میتونید منو فالو بکنید و اونجا هم با همدیگه در ارتباط باشید. مرسی ازتون که ویدیو رو تماشا کردید و با من همراه بودید. میبوسمتون تا ویدیو بعدی.